حاضر آمدم. در این نیمه شب کی باشد؟ این همسایه؟ تینجی باشد؟ همسایه بچه کم کسل شدن. چی شده است بابا؟ نفسش میگیرد. همسایه جانم خیلی کسل دارد، با نمورد. میگم همسایه جان. شوهرتان عبدالشکور در کجا باشد؟ باهلوق رفتگی همسایه جان. خوککی پوتون شوم التماس یاردم دید. شوهرتان در خانه جان همسایه جان صدقه کی پوتون شوم یاردم دید. آب شوهرتان چخیل می شود؟ وای نومکتون بمورم همسایه جان. بچه که من دست ندیم. صدقه تون شوم همسایه. مالش همسایه جان، شما لباس کودک رو پوشانید. من حاضر ماشین را گرم کرده میبرایم. مالش. بیایید سراغ من نشوید. میشگون جون، تو اومدنی منه همراه دختری همسایه مرحبا میستد. نترسیده شنید مایلش؟ مایلش آچه، خواهر نشد. خو حرکت مهرو رو نغز نیکو کن بچه. خوب آچه جان. مایلش. با حجره کاری من دارید. حاضر اومده صحبت میکنیم. احوالش کمی بهتر شد. همش خوب میشود. تشکر. آفرین بچه جان. شینید. نامی پدرش، سالی تولدش. عبداللهیف هجران عبدالشکورویچ. عبداللهیف هجران عبدالشکورویچ. سالی تولدش 1991. 1991. خواهر جان، احوال پسرتون وزنین. تبش بلند، نفسش میگیرد. شما خودتون میدونید که کارهای ما همش پولکی. به فکر من برای صحتی فرزند یگان چیز رو دریغ داشتن لازم نیست. داروهای قیمت لازم. من در این نیمی شبه از کجا دارو میوبم؟ داروخانه همش محکم که دکتر جان. شما پولش رو دهید، ما خودمون همش رو میوبیم. دارو هم میوبیم، اکول هم میکنیم. شما خواطر نشوید خواهر جان. چند سو میشود؟ حاضر حساب میکنیم. پول داروها رو الهیده نوشتم. برای بخاری 20، برای برق 20، برای کورپای و بالشت 30، خدمت فراشان 50، حق خدمت دکتران برای نگهداری بیمار در بیمارخانه 100، همگی $420. واه، من اینقدر پول از کجا میابم؟ من امروز هم پول نآوردم. آخر ما چی کار کنیم؟ پول رو دهید، کارتون رو بود میکنیم. دارو هم میابیم، اکول هم میکنیم، رخت خوابش رو هم ساز میکنیم. آخر من همراه هم پول نآوردم. خیر خواهر جان، اختیارتون. کسلی های منتظرند.
دکتر جان خیر یگون مرحمت 500 کودک را نجات دید. саломат бошед. шумо метавонед равед. пагоҳ биёед. иншоалло ҳамаш хуб мешавад. шумо ташвиш накашед. ин тарафаш кори мо. хайр, то пагоҳ. تشکر دکتر جان. саломат бошед. تشکر همسایه جان. شنیده بودم که شما پهلوانی خوب هستید، انسانی خوبم بودید. تشکر همسایه جان. این خیلی نگوید، حق همسایگی. نه، در این شب روز همسایه به همسایه مانند نیست. تشکر همسایه جان. حواله‌شون به خدا. به هر حال انسان باید آدم بودنش را فراموش نکند. تشکر. خیر نباشد به من جواب، من روم. من هم همراهتان روم. در و دروازه ها هم مشک شدگی، میشگان هم در خونه تنها. من از همان عبدالشکر خواتیرم و میلش رفتیم. چی گپ شد؟ نمیدانم. حاضر میبینم. چی بلا زد این ماشینه؟ ای خدا جان، این آدم هم دل پاک نداشته است. نفهمیده وی را دل صاف و پاک نپنداشتم. خطا کردم. شیرین زبانی حاتمی همه مردا به مقصد ناپاکشان بوده است. با کی باور کنم؟ نازمی، شفیعی، عبدالشکر هم از یک خاک. محمدی پهلوان هم یکی از آنها بوده است. آن خود آمده در درون یک دره بیفریاد ماشینش از راه ماند. چراغایش مرده، دیگر راه نمی رفته است. نه ای خدا جان، صحت سلامت به خانه هم روم. خدا از هفتش به فکر افتاده است. شیطان بیروهش کرده ایستاده است. ای خدا جان. چیکار میکنیم؟ نمیدانم. من درباره شما چنین فکر نکرده بودم. تشکر برای خدمتتون. شاید اکنون حق طلب میکردگیستید. اگر میدونستم با ماشین شما نمیشیشتم. اگر من میدونستم با ماشین شما هیچگاه نمیشیشتم. فهمیدید؟ نه، نزدیک نشوید. نزدیک نشوید. همسایه اینجا بید. اینجا بید. دیوانگی نکنید. سردید. دارید شینت. سردید مرا. شینت. نپشید درو. آرام شوید. هیچ وقت زنها فهمیده نمیشد.
روشنی شناس می نماید. بد نبرید. من چه کم کسان شده بود و به مرخانه برده بودم. ای زنک بی عقل، تو در اینجا چی کار میکنی؟ صبر کن تو درست فهمیدی عبدالشکر. وای یاری دیده کشت وای صبر کن. من این رو از تو انتظار نبودم. نمک میزند تو را، کور نمک. باز شرم نداشته زوری بکنی. دانستمان من کار خود را در حقت میکنم. اگر نکردم نامم عبدالشکر نه، ولی ایستا نامرد. تو سر به سر میشوی و اکنون با آسانی از دست من خلاص نمیشوی. بزنت تهمت زدی، از وی گمانی بد بودی، بیچاره زنک را کشتی. تو اکنون جواب میگویی. همسایه تو چی کار میکنی؟ اکنون برای تو همسایه شدم. تو برای کشتن نمیتوانی. شاه نظر قصاصم را میگیرد. با خواهرزاده شاه نظر چون با حیوان مناسبت میکنی باز شاه نظر میگویی؟ بچه کسل شد، زنت به پیشم آمد، زاری کرد و کسل خانه بودیم. در اینجا ماشین ویران شد، تو زنکی بیچاره را بیگناه کشتی. به این چی بلازد؟ کاری شب خنده ای روز. صدقه همین خلزن و فرزن شوی، حالا در نزد قانون جواب میگویی. دستانم را کشا، من خودم به ملیسا خانه میروم. چی؟ تو راست میگویی؟ من زنت را گشته به بیمارخانه میبرم. پسرت در آنجا کسل، زنت را هم از دست میدی. ای نامرد.
دادرجان بیایید یاردم کنید. من بیماری وزنی آوردم. چی گپ شد؟ کمی از اون طرف گیره. آهسته. احتیاط کن. انا همین خیر. های کلین، های کلین. دادا در کجا؟ به مسجد رفتم. خاله جان آروم شوید. با عرضه های مردم باور نکنید خاله جان. آدمان از یک گپ 100 گپ میکنن. اگر یکون گپ میشود خودی عبدالشکور به خونه می اومد میگفت یا شاهنظر یکون خبر می آورد آخر یا یکون خبرچی رو میفرستاد. آروم شوید. شاهنظر انا در همیستون بندی از نه شاهنظر لبای حقی حلال خودت این میگی نصیب کنم. یزنه جان تشکر یزنه. تشکر یزنه جانیور. مایلش بند. اگر توفه باشد بند. زمانی بود که در وقت نماز در این گرد و اطراف یک زاغی سیاه را نمی دیدی. شکر خداوند که این روزها جای پاگذاری نیست. زمانها دیگر می شوند داده. به هر حال در دوره شوروی آدمان قدر و قیمت داشتند. خودی حاضر باشه چی؟ اگر مرغی را میکشتند به سرشان ملیسه میبردند داده. حالا باشه چی؟ سراسیمه نشو پسرم. شنیدن کی بود مانند دیدن گفتند. من هم از این قضیه اندکی خبر دارم. داده خودتان میدانید که شوی مشرفه آدمی تیز. شما خودتان میدانید در پیش دهانی وی ششتن نمی شود. خود شاه و تابش وزیر. میدانم. باز هم سراسیمه می شوی. چرا عاقل کند کاری که باز آره پشیمانی گفتند. من از نت را میدانم. خوب میدانم. شاید از خدا ترسیده این کارا نمی کردگیست. افسوس کی استغفرالله گوی. داده افسوس که دادی کسی را کسی نمیشنود. داده شما خودتان این را میدانید. استغفرالله گوی پسرم. با تو چی شده است؟ اگر کسی شنود خداوند همه بین است. میبیند میشنود. به هر حال یزنت از خداوند ترسیده این کار را نمی کردگیست. شاهنظر بچه‌م. شاهنظر بچه جان شنیدی؟ پاترو شنید بچه جان. مرحمت. آرام شوید بچه جان. آرام شوید. دخترتان زنده. عبدالشکر وی را نکشته است. چی گفتی؟ مشرف زنده است؟ زنده بچه جان زنده. بچه جان مشرف زنده است. زنده است. آخر دادات خبر آورد. حق و همسایه ها همه میدونند. اوچه گپ و کلاچه بسیار. این گپ ها راست. مشرف بیهوده‌گردی کرده است. میفهمی؟ بیهوده‌گردی کرده است. عبدالشکر او را روبرو با جهمندش قپیده است. این دروغ است پسرکم. تو خوب میدونی و این کارو کردن نمیتوانیست. این دروغ است. تو میدونی که اپاهت این خیلی نیست. چرا تو با این آنها را روی راست با جهمندش قپیده است. اگر یزنم وی را میکشتم حق داشت. آخر وی به تمام اولادی ما به خانه ما اسناد آورده است. حرام. اکنون من خودم وی را میکشم. بکسری کارت میکنم. استغفرالله. تو چی ها میگی؟ از دهانت شمال برد.
این دروغ است، همش تهمت. وای عبدالشکوری لعنتی بی ایمانی خدا زده همه این گپ رو بافته برآورده است. تو چی خیلی فرزند نخواد که به همه این گپ ها باور کنی؟ صدقه آدم شم، صدقه خوبی هایم شم، صدقه مادر شم، صدقه مادر شم. شما با ما مادر نگوی، صدقه مادر شوی. شاهنظر برادر، من راستش را میگویم. قسم میخورم، قرآن میبردارم که همین شب من هر دویش را در درون ماشین دیدم. من دیگر چیزی گفته نمیتوانم. وای نامرد، همسایه امان، نان و نمک خور، دهانت را پوش، محمدی پهلوان، آدم خور، آدم کوش، بی ننگ و بی ناموس. گوش شو از اینجا، افتت را نبینم. نکشتم حالا ما با او چیزی نشده است. من انا برای همین آمدم که این را به شما فهمانم. آخر شما میدونید که آدم عقلش را گم میکرده است، دیوانه میشده است. مرا ببخشید، توبه کردم. بسیار توبه نکن یزنه. تو برای این گناه باید هر دویش را میکشتی. رفتیم. دلم به خواهرم میسوزد، دلم به خواهری بیچاره‌ام میسوزد دادا. حیاتی خواهری بیچارت را همان نویسنده خانه سوخته ویران کرد. میفهمیانه؟ همان نویسنده بد اخلاق هم بچیم حیات خودش را برهم داد و هم حیات مشرفه را. هر گناهی که مشرفه دارد به گردن همان نازنی بدمست است. به گردن یزنم هم هست. شاهنظر، کاش که خودم او را کشته میتوانستم. پروا نکن یزنه، من وی را خودم میکشم. خیر. وی کجا رفت؟ کی؟ چی کی؟ عبدالشکور به خانهش رفت؟ به سیاهدانه؟ به سیاهدانه؟ این اسبش چرا در اینجا؟ چرا با اسب نرفت؟ اسب؟ این اسب رو وی همین روز خریده است. اسبی از همه زوری بازار، اسب بوزی. این اسب آوازش در 4 طرف پهن شده است. آچه جان، این اسب رو وی به من تحفه کرد. من این روز گرفته حتما به خانه میبرم. همین اسب؟ بله. وی برای تو آورده است؟ ها. برای آن که اپت را با این اسب عوض کنی؟ بیشرم، شرم دار، ننگ و ناموس داری. نخواد که اپت را به همین اسب عوض کنی. اوچا این چشمان گرسنه تو کیسر می شوند. اوچا بس میکنی یا نه؟ ننگ و ناموس داری، شرم دار. اوچا بس میکنی؟ روی بی ننگ و بی ناموس. کلین لوی برایت صدقه آدم بکشم، صدقه مادر شم. رفتیم. ای شما کجا روانه اید؟ کارت نباشد. مشرف در شهرچه جوانان در بیمارخانه. عبدالشکور، یزنه، شکار چطور؟ آفرین.
شاهنظر چخل بد نه بد نه یک و یک بین چقدر طبیعت زیبا. بله یزنه جان خیلی زیبا. یزنه تو به من بگو باز کی را از میان بردارم؟ کی را؟ کی را همه شد؟ محمدی پهلوان را. یزنه جان تو اینقدر با محمدی پهلوان چسبیدی ها؟ خیر میلش خفه نشو. فردا شام در خانه جمع میشویم مسئلهش را حل میکنیم. بارکالله. تو نگاه کن من چطور او را از میان میبردارم. نگاه کن. با فکرم نمیرسم. نگاه کن. دیدی؟ میکشم. کودکا رو خواباندی؟ مالش. نورعلی تستر مهمان ها می آیند. حاضر می شود. عبدالشکر او در رو کشو آخی یزنه چیگه؟ حاضر یزنه سوس می جنبی یزنه اینقدر سوس می جنبی شما دی مرمت بچه ها میان و پشت چی شده؟ چی بنا زد؟ امت تو ده زن دادنی شاهنظر اگر همین کار کنی بیش میروی. زنت میتم فهمیدی؟ کو یک از پینگ بگه زبان شای حلقش میکنم میگیرم میپرانمش. چی گفتی؟ میدونی انا بعد چشم یک تده تش میتوره. انا بعد میگن که خیلی عبدالشکر بودن. ای گوارمان عبدالشکر من تو آخیر جورایی یک دو روزه نیستیم. یادت هست از کدام در را 20 میکدیم؟ یادت نیست؟ مرحمت بیاید. انا اکنون یزده جان تو با ما در کاری یاردم میرسونی کمک میکنی. میشود. گپ در سری پول مول نیست. گپ در سری پول است یزنه. یراق خریدن در کار و بچه ها لباسی خریدن در کار. وای سپارشت را اجرا کردم یزنه. سیاست کن گفته بودی سیاست کردم. گفتم یک بار دیگر بیایی قبرت را میکنم. کی را؟ همون ککنتا دفعش کردم. گفتم یک بار دیگر بیایی سرت میگیرم. نه من خیال کردم درباره محمدی پهلوان. یزنه به خدا خفم کردی. اما یادم نبروردم. من برای چی اومدم همینجا؟ همیشه مسئلهش حل میکنی. فراموش نکردی؟ نه چرا من فراموش میکردم؟ گذارید. شما مهمان هستید. خوش آمدید. مرحمت.